بریم به قرن 19 میلادی. توی قلب ایران یه بازار سرپوشیده میسازن و انقدر زیباست که هنوز بعد از 140 سال همه دنیا دارن ازش حرف میزنن. تیمچه بزرگ قم. تاجرای قم تو دوره قاجار انقدر پولدار و با سلیقه بودن که یه تیمچه بازار ساختن که هنوز هم کاروانسرای الحمرا تو اسپانیا و بازار ادویه استانبول جلوش کم میارن. آقای به نام حاج سید محمد طباطبایی از تجار بزرگ فرش در شهر قم این بازار را بنا کرد. تجارت فرش در این بازار رونق گرفت و شاید همین هم باعث شد که فرش دستبافت قم امروز به قطبی در ایران تبدیل بشه. این شاهکار معماری یکی از سه تیمچه موجود در شهر قمه و بهش بزرگترین سقف ضربی ایران و جهان میگن. تیمچه قم دو بخش اصلی تیمچه و سرا داره که در بخش تیمچه فضای صحن و حجره‌ها و در بخش سرا نیز کارگاه‌هایی برای رفوگری فرش هستند. از سمت شمال راستای بازار نو که وارد بشید، یک در چوبی بزرگ و قدیمی به چشم می‌خوره که ورودی این بنای باشکوهه و ما رو به سمت صحن مرکزی با مساحت 380 متر میبره. اگر به بالا نگاه کنیم، سه طاق گنبدی شکل با ابهت خیره کننده، با گچ‌بری‌های تحسین برانگیز و مقرنس‌های کم نظیر انسان را مجذوب هنر معماری می‌کنه. سقف تیمچه بزرگ قم اصطلاحاً سه چشمه است که بخش وسط و مرکزی آن دهانه‌ای به طول 15 متر در ارتفاع 15 متری از کف آن قرار داره و در مجموع طول سقف تیمچه 28 متره، آن هم بدون ستون که بیانگر محاسبه دقیق و مهارت بالای طراح و سازنده آن است که باید به هنر و همت او دستمریزاد بود. میشه گفت اینجا موزه زنده معماری ایرانه که هنوز بعد از 140 سال نفس میکشه. این سازهای قدیمی از جنبه هنر معماری، وسعت بنا و تزئینات به کار رفته در آن از جمله بناهای تاریخی منحصر به فرد به شمار میره که شمسه‌کاری‌های آجری با اسلوب رسمی بندی، یزدی بندی و همچنین در و پنجره‌های ارسی گره‌چینی شده، طبقات بالایی و مقرنس‌های گچی نمای شمالی از برجسته‌ترین تزئینات بنا محسوب میشه. صحن مرکزی تیمچه شامل دو طبقه حجره است که در طبقه همکف اون 27 حجره و دکان قرار داره که کوچکترین بخش تشکیل دهنده بازار و محل کسب هستند و در طبقه بالا هم 15 تا حجره که بیشتر برای دفاتر حساب کتاب حجره هستند. در نهایت تیمچه بازار فرش دستبافت و ابریشم قم را به مخاطبانش عرضه می‌کند.
این اثر معماری چشم‌نواز در تاریخ 11 مرداد سال 1376 هجری شمسی با شماره ثبت 1902 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.